خب سعید چقدر قشنگ حرف زدی، ماشاءالله. آره دکتر نامدار فن بیان خوب یادت داده. خب من ورودی 48 یعنی سالی هستم که دکتر ممنون، دکتر نامدار میره که من هرگز ندیدمش و دکتر ممنون میاد و اسم اون سال میشه سال طلایی دکتر ممنون. برای اینکه اصلا ترکیب توی گزینش و توی انتخاب تحول ایجاد میکنه، یه شرط سنی میذاره که آدمایی که سنشون از یک حدی بالاتره نیان، چون این دوره قبلی رشته تئاتر اینطور که ترکیب دانشجو هم نشون میداد، یعنی در این حال که دانشجوهای خیلی برجسته‌ای مثل آقای پورصمیمی یا فرهنگ یا زنجانپور اینا بودن، در این حال یه دم بودن مثلا این کاره نبودن، مثلا یه اداره هایی بودن اومده بودن لیسانس بگیرن مثلا حقوقشون بره بالا. من یادم شهردار قومم توی سال بالایی های ما بود. یادتون میاد؟ آره اسمش هم یادمه چی بود. آره یه آقایی بود و درشه کلاس اهل تئاتر هم نبودن. دکتر ممنون گویا میاد تحول ایجاد میکنه، هم توی ترکیب استادها و هم توی گزینش دانشجوها و خب یهویی سال ما سال خیلی برجسته میشه به لحاظ درست انتخاب کردن. حالا من بگم شاید بهتر متوجه بشید. ببینیم مثلا رضا بابک، بهرام شاه محمدلو، زندگیات پرویز پورحسینی، هرمز هدایت، سوسن تسلیمی و من، سوسن فرخنیا، مریم مختار، خانم آسیه جوادی یا مجابی همسر آقای مجابی، بهروز بهنژاد، رضا قاسمی، خیلی خیلی عده دیگه که امیر کرم که اونم زنده یاد شد همین چند وقت پیش، آقای دکتر که توی کرمانشاه این اواخر اونجا کار میکرد، و انشر حسین پور که اینا همه رفتن ادامه دادن درسشونو، شهناز صاحبی، خانم نسرین براتی که از بازیگران خیلی خیلی خوب بود. اینا همه جز آدمایی بودن که به این کار ادامه دادن، نرفتن دنبال کارشون و موندن. به همین علت دوران طلایی نام گرفته شدن، نام گذاری شدن و چون که جوان بودن خب یه خورده شکل دانشکده هم عوض شد. تاثیر یک دانشکده هنری هم روی این رشته تئاتر بسیار مشهود بود. برای من خیلی مغتنم بود، یعنی ما در دانشکده بودیم که توش موسیقی بود، هنرهای تجسمی بود، معماری بود و ما میتونستیم از همه هنرها استفاده کنیم و بنابراین خیلی دانشکده خوب و سرخوش و شادی بود. خیلی روزای، یعنی من بهترین روزای عمرم و واقعا اونجا گذروندم. خب حالا دکتر ممنون میدونه من خیلی هم شیطون بودم، دکتر ممنونم خیلی اذیت کردن دکتر ممنون. و اینا بعد میگم خب موقع من فکر می‌کردم دکتر ممنون یه آقای خیلی گنده‌ایه ولی سنش واقعا، حالا ما تو کلاسمون هم داشتیم کسایی که حالا سنشون هم من بالاتر بود، ولی خب من 18 سالم بود اومدم رشته تئاتر. دکتر ممنون شاید مثلا 28 سالش بوده، یه هم چیزی بوده. حالا من متولد 30 ام، الان 72 سالمه، دکتر مثل که 83 سالشه، یعنی 11 سال من بزرگتر بود. من نمیدونم چرا حالا که این دکتر انقدر زن میگرفته من نرفتم تو نقش. شاید تا الان ازدواج کرده بودم، فکر نمی کردم منو بگیره، ولی خب زیاد اذیتش میکردم خیلی. دائما دکتر بود و من بود و من بود و دکتر بود. حتی یک نامه‌ای هم نوشته دکتر ممنون که بعد از سالها از توی اون کاغذها و اینا در سال 82-83 شهرام زرگر پیدا میکنه، قاب میکنه میاره برای من مردم از خنده. توی اون منو به آقای امیر فندرسکی رئیس دانشکده نامه می‌نویسه آقای دکتر، نمیدونه بعدها از زیر
چیز یعنی زیر خاکی در میاد، می نویسه که آقای میرفندرسکی این دوتا دانشجو مرضیه برومند و سوسن تسلیمی بارها و بارها شونات دانشکده رو زیر پا گذاشتن، شلوغ میکنن، من هیچ جوری پس اینا بر نمیام. البته لازم نیست الان اخراجشون کنین، ولی باید توبیخ بشن اینا. بعد که این به دستم رسید دیگه نمیدونی چقدر خوشمزه شد. قاب کرده و اینا، دکتر رو دعوت کردیم و دوستا و همکلاسی ها، خلاصه رو شد. نامه خیلی خندیم. من الان قابش کردم تو دفترم زدم. سال بهمن 1349 که من و سوسن رفتیم یه تئاتر رو به هم ریختیم، انقدر خندیدیم تو پرانتز نوشته بود این تئاتر بسیار جدی است. این نمایش بسیار جدی است. اینا رفتن خندیدن. خلاصه سفرهایی که اصفهان، حتی من دیگه دانشجو هم نبودم، دکتر رو من گفت بیا سرپرستی کن، یه در رو ببریم اصفهان برای دیدن تئاتر ارهام صدر. و دکتر جان خیلی جالبه، رضا کیانیان همین یه هفته 10 روز پیش برای من یکی از اون عکس‌ها رو فرستاد. البته من داشتم. گفتم رضا مگه تو هم بودی براش؟ گفت نه انگار که بودم. و من دونه دونه اون آدمایی که توی مسافرت بودن اسمشون رو برای رضا نوشتم و خیلی خیلی روزگار خوبی بود. من با دکتر ممنون تعزیه‌ام میرفتم همیشه تو عاشورا اینا. ما رو مرد برقان که یه تکیه خیلی قشنگ دارن و 10 روز تعزیه است. زندگی کردیم، با زندگی کردن تئاتر رو یاد گرفتیم. خیلی متشکرم از خانم برومند.